الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این جواب پنجم به همه عاذری ها و به خصوص این دو بگویم عاذری گمراه گشته زنادقه، عبدالرحمن فاتح محمد انصاری و یکی از این دیگر اینها از تاجیکی یا دیگر باقی مانده همه عاذری های تاجیک. این رد پنجم به همون برنامه هست که عبدالرحمن فاتحی عاذری مدخلی آمد به اون اقبال صدرالدین دموکرات یکجا شد و در همون برنامه همه شما هزارها نفر گوش کردید که یکی از شبهه اونها همین بود که گفتند تکفیر عموم وجود دارد، تکفیر مطلق وجود دارد، یا که تکفیر العام وجود دارد ما قبول داریم، ولی تکفیر العین وجود ندارد و بعد از قیام حجت و این وظیفه علما هست و هیچ کس مشرک معینی را نباید بگوید که مشرک است. گفتن یک طرف است، مسئله تکفیر فقط گفتن به زبان نیست. مسئله تکفیر مسئله اعتقادی است. یعنی اینها میگن اعتقاد نکند که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر میکند این مشرک است. این چنین اعتقاد نکنید. میگن انسان معینی که شرک اکبر میکند برادر شما والعیاذ بالله مسلمان است. میگن همین است مشکلی و خرابزاری اینها. حالا بیایید بارک الله فیکم در همین مسئله کافی و شافی از همه جانب صحبت بکنیم. یعنی آیا تکفیر معین وجود دارد یا ندارد؟ مذهب ها، اختلاف ها، دلیل ها را بگیم. البته نگفته نماند برادران و خواهران موحدم، 4 جواب گفته ما در گذشته خیلی مفید است. به خصوص جواب دوم که ما گفتیم که یکی از شبهات اونها جواب دادیم. اونها عاذری ها این مشرکین دعوا کردند که دین به ظاهر و خفی تقسیم نمی شود، به اصل و فرع تقسیم نمی شود. ما اثبات کردیم به دهها قول سلف صالح از نام ابن تیمیه سخن آوردند، بر رویشان کوفتیم که سخن ابن تیمیه رحمه الله من این است که دین به ظاهر و خفی تقسیم می شود. شرمنده شدند و شما هم باز یقین کردید به دینتون که بله منهج ما حق است، اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت با فهم سلفین اومد. ما سخنمون رو از سلف گفتیم، نه از یگون از این طرف و آن طرف و نامعلوم. بعد از این مسئله دومی که ما در اونجا با رد زدیم در جواب سوممون، آنها در بالای ما یک تهمت کردند. عاذری ها معلوم است که همیشه جهمی ها اهل سنت را خوارج میگویند. این عاذری ها ما را طعنه زدند که ما گویا مسلمان ها را تکفیر میکنیم. جواب این موضوع را هم جواب سومی ما به این عاذری ها به برنامه اقبال این مشرکین خوب دقت بدید. ما به آنها بیان کردیم که مسلمان در نزد اونها کی است و در نزد ما کی است. در نزد ما مسلمان کسی هست که نماز میخواند، اولا شهادتین را گفته نماز میخواند و شرک کفر اکبر نکرده است، یا ما ندیدیم از او شرک کفر اکبر را ندیدیم، این مسلمان است. هر نمازخانه که از او ما شرک کفر اکبر ندیدیم مسلمان است و همچون مسلمان به او معامله میکنیم، حق و حقوقش را بجا میاریم. حق المسلم علی المسلم 5 و فی روایت 60 بجا میآوریم.
اما مسلمان در نزد این دموکرات ها و در نزد این عاذری های مشرکین خوبسا و زنادقه کی است؟ هر کسی که خودش را مسلمان به نام گفته باشد و بعد از این قبر پرستی کند، حکم به حکم غیر الله کند، الله و رسول دشنام دهد، رافضه شود، جماعت ابن عربی شود، جماعت دموکرات شود و بالاخره معطله و جهمی شود، هم در نزد اینها مسلمان است. و ما میگویند که شما اهل قبله را تکفیر کردید. کی را؟ جهمی را، رافضه را، دموکرات را. ما وقتی که اینها را تکفیر کردیم، طاغوت و طاغوت پرستان را، قبوری ها را، میگن که اهل قبله را تکفیر کردید و این صفت خوارج است. ما به اونها میگیم که قرآن و سنت فهم سلف این امت انا همین بود که قبوری اهل قبله نیست، رافض اهل قبله نیست، جهمی ها اهل قبله نیستند. مرحمت کتابی خلق و افعال العباد مجله اول از صفحه های اول سخنهای امام البخاری محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله رو ببینید که سلف صالح اجماعاً میگفتند که اهل قبله نیست. و حتی بهترین مناظره را عثمان ابن سعید الدارمی رحمه الله در کتاب رد الجهمیه در کتابشان می آورند که یکی از نفرها در همان وقت گفت که شما ای دارمی، شما و امثالتان مسلمان ها را تکفیر میکنید، یعنی جهمی ها را. عثمان ابن سعید الداری گفتند جهمی ها اهل قبله نیست، جهمی ها کفار و مشرکین است. اهل قبله کسی که شهادتین را گفته نماز میخواند و به شکنندهش به شرک و کفر و به طعنه به الله واقع نشده باشد، انا این اهل قبله است. یعنی ما در جواب گذشته بیان کردیم که اهل قبله یعنی اهل قبله یعنی اهل ایمان، اهل قبله یعنی اهل توحید، اهل قبله یعنی مسلمانی که شهادتین را گفته نماز میخواند و شرک و کفر اکبر را نکرده و ما از او ندیدیم، این است اهل قبله. اما کسی که خود را مسلمان میگوید، دعوای اسلام دارد، ولی به شرک و کفر آشکار و واضح ظاهر است و شب و روز من و شما او را میبینیم، این اهل قبله نیست، این اهل کفر و شرک است. خیلی که بارک الله فیکم، انا همین سخن را محمد بگم شیخ البربهاری در کتاب شرح السنه ذکر کردن. البربهاری در کتاب شرح السنه ذکر کردن و بیان کردن که بارک الله فیکم اهل قبله کی است؟ اهل قبله کسی که یکتا پرست است، مسلمان است. و برای همین گفتن که فلا یجوز لك ان تخرج احدا من اهل القبله، به تو جایز نیست ای مسلمان که یگان نفر ولا، بله در کتاب شرح السنه رقمی 49 گفتند ولا یخرج احد من اهل القبله من الاسلام، یگان نفر اهل قبله اهل اسلام را از اسلام و اهل قبله بیرون کردن درست نیست. یعنی هر کسی که مسلمان است، هر کسی که اهل قبله است، انمین مسلمان اهل قبله را از اسلام بیرون کردن و کافر گفتن درست نیست. این عقیده اهل سنت است. حتی تا مدامی که تا همان زمانی که یرد آیه من کتاب الله عز وجل، تا زمانی که خودش را مسلمان گوید، اهل قبله بود ولیکن یگان آیت قرآن انکار کرد، تمام این کافر شد، از اهل قبله بیرون شد. او یرد شیئا من آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا چیزی از آثار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی از رسول الله ثابت شده، سنت ثابت شده رو انکار کند. او یذبح لغیر الله، یا ذبح بغیر الله کند. او یصلی لغیر الله، یا که نماز بغیر الله خواند. و اذا فعل شیئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام، هر کسی که خودش رو مسلمان گفته، اهل قبله گفته، یکی از این کارها رو میکند، قرآن انکار میکند، سنت انکار میکند، یا ذبح به غیر الله میکند، یا نماز به غیر الله میکند، انا همین چیزها را انجام داد، به تو واجب است ای مسلمان که، یعنی به تو فرض است که انا همین انسان معین را از اسلام بیرون شده بگویی و بگویی که این کافر است. و اذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقه،
اگر همین کارهای شرکی و کفری را نکند، یعنی هر کسی شهادتین را بگوید، نماز خواند، اهل قبله است، اگر انا همین کفر اکبر و شرک اکبری ظاهر را انجام ندهد، قبر پرستی نکند، مراجعت به محکمه طاغوتی نکند، قانون نبرارد، حکم به حکم غیر الله نکند، اراده کفر شرک آشکار و واضح نکند، دشنام الله نکند، استهزاء نکند، مسخره و بازی به دین الله نکند، قبر پرستی نکند، دعا از قبر نکند، طلب کمک و نصرت استغاثه از قبر نکند، بین خود و بین الله و قبر واسطه نگیرد، سجده و ذبح و نظر به قبر نکند، قرآن و سنت انکار نکند، حلال و حرام نکند، مخالف دین الله، خودش لا اله الا الله محمد رسول الله نماز خورد، این مسلمان است. اما وقتی که خودش مسلمان گوید و این عمل ها را کند، این مسلمان نیست، یعنی از اهل قبله نیست. این سخن امام البربهاری، یکی از علمای متقدمین است. این سخن یگان انسان عادی نیست. این سخن امروزه علما نیست که شما و بالایش فتنه را ایجاد بکنید و خوارج و این و آنش بگید. بگو حاضری ها بگوید که محمد شیخ البربهاری صاحب کتاب شرح السنه خوارج است. بگوید سخن البربهاری مشهور است، آشکار است، واضح است به هر یک انسانی که عقل دارد. اهل قبله عیناً از قرآن و سنت و فهم سلف و فهم این علمای متقدمین انا همچنین گرفته شده بود. قرآن همین میگه کس مشرکی که توبه کرد از شرکش، اسلام شهادت نگفت و قبول کرد، معنیش فهمید، کفر به طاغوت ترک کرد و بعد از این نماز خواند، زکات داد، برادر مسلمان ما است. اما اگر شرک گشته انجام داد، برادر مسلمان ما است، تارک توحید است. سوره توبه و این چنین آیات زیاد است. حالا ما به موضوع داخل نشدیم. معذرت خواهی میکنم. این مسئله دومی بود که در همون برنامه شیطانی مجلس کفری این عاذری و دموکرات هر دو این سخن را گفتند، شبهه را کاریدند، جواب گفتند. و بعد از این رد چهارم ما به آداب و اخلاق اینها بود که ما به آداب و اخلاقش رسیدیم. حالا باشد رد پنجم، باز رد یک مسئله مهم، رد علمی. رد علمی چی است؟ یعنی عبدالرحمن فاتح گفت که تکفیر عام وجود دارد اما تکفیر عین وجود ندارد. عیناً همین سخن را محمد انصاری در برنامهش تکرار کرد و تاجیکای عاذری، عربی عاذری، تاجیک عاذری، روسی عاذری، فارسی عاذری، انگلیسی عاذری این کار یعنی تکرار میکنند. این رد به همین عاذری های خوبسا برادران مشرکین است. ما در اینجا حالا منهج اهل سنت را بیان میکنیم که در مسئله تکفیر چگونه بود. ببینید، اولا پیش از این که تو میخواهی تکفیر فهمی، تکفیر معین فهمی، تو باید اسلام فهمی که اسلام چیست. والله من عاذری ها را بعد از این تقریبا 7 سال 8 سال 10 سال بحث و مناظره که بین ما و اونها میشود همچنین دریافت کردم که عاذری ها حالا مسلمان را نشناختنشان که معلوم است، پیش از همه عاذری ها اسلام را نفهمیدن. اسلام چیست نفهمیدن. برای همین مسلمان اهل قبله را هم نفهمیدن. اسلام در نزد عاذری هم یعنی توحید است و هم شرک است، باکی ندارد. شرک و توحید آمیخته این اسلام است در نزد عاذری. و این چنین در نزد عاذری مسلمان اهل قبله هم کسی که یکتا پرست است و هم کسی که قبر پرست است و قبوری است. هر دوش مسلمان موحد در نزد عاذری است. اما در نزد اهل سنت و الجماعت اسلام یکتا پرستی است، توحید، عبادت یکتا الله سبحانه و تعالی و براءت از شرک و مشرکین. و مسلمان کسی که شهادتین را گفت یکتا پرستی میکند در نمازش و از او شرک کفر دیده نشد، این مسلمان. شرک کسی که اسلام را نآورد و مشرک کسی که در عبادتش به غیر الله شرک کرد. این چنین تقسیمات دارد. و ببینید از زبان ابن القیم الجوزی ما به شما بارک الله فیکم بیان میکنیم که اسلام چیست. اولا اسلام فهمید، بعد از این مشرک میفهمید. مسلمان فهمیدی، مشرک میفهمید. پیش از همه تو باید اسلام فهمید. ابن القیم الجوزی رحمه الله گفتند
و بعض از علما گفتن که این از سخن ابن تیمیه است، بعض از علما گفتن از سخن علمای نجد است. والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لإسلامهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعهم، وأنهم يتحاجون في النار إلى آخره. ثم قال: وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين المقلد إلى آخره. یعنی ببینید ابن القیم الجوزی چقدر زیبا بیان کردن. ببینید گفتن اسلام این توحید الله، یگانه دانستن الله است در عبادتش، که الله وحده تنها است، لا شریک له شریک ندارد. این اسلام است. اسلام یکتا پرستی است. اسلام یگانه دانستن الله است در عبادت و از همه جانب دیگر، و دانستن این که الله هیچ شریک ندارد. اسلام ایمان به الله و به رسولش و اتباع، یعنی متابعت کردن به همه آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله آوردند. انا کو ببینید چی میگه: فما لم یأتی العبد بهذا فلیس بمسلم. ابن القیم الجوزی میگه هر بنده ای که، هر انسانی که انا همین چیز نه آورد، این مسلمان نیست. یعنی یک نفر خودش مسلمان گفته میگرده ولیکن توحید الله ندارد. یعنی چی؟ عبادتش رو تنها با الله انجام نمیده، شرک ترک نکرده است، بلکه عبادتش به غیر الله است، شرک میکنه. انا همین انسان آیا اسلام آورد؟ ابن القیم الجوزی میگه که فما لم یأتی العبد بهذا، پس هر آن وقتی که بنده انا همین رو نآورد، توحید الله عبادته وحده لا شریک له رو نآورد، این انسان فلیس بمسلم، مسلمان گفته نمیشود. بله میگه در دوامش: و ان لم یکن کافرا معاندا فهو کافر جاهل. بله اگر این انسان را ما کافر معاند نگوییم هم، پس این کافر جاهل است. پس ما چند نمود کافر داریم؟ دو نمود کافر. کافر معاند، کافری که دیده، دانسته، فهمیده، بعد از این که قیام حجت برای شد، یعنی بعد از فهمیدن، بعد از علم پیدا کردن کافر شد، این کافر معاند است، کافری سرکش. بله کافر درجش باز سخت‌تر است، عذابش باز سخت‌تر است، لیکن کافر است. ببینید کافرهای هستند که بعد از علم کافر شدن، بعد از اینکه بحث کردیم، مناظره کردیم، قرآن خواندن، دیدن، فهمیدن، لیکن کافرند، نمی قبول نکردن یا کافر شدند. والعیاذ بالله من الكفر والشرك، من النفاق والشک. اینها کافر معاند گفته میشه. کافر معاند انسان علمدار است، انسانی که فهمیدگی است، حجت رسید، لیکن باز ادامه به کفرش میتد. این کافر معاند سخت‌ترین کافر. اما کافرهای هست که قسم دوم کافر، فهو کافر جاهل، کافر جاهل، معاند نه، یعنی این کافر است ولی به این حجت نرسید، این حال نفهمید، این حال نخوند، این بیخبر است لیکن کافر است. یعنی هر کسی که توحید الله به جا نمی آورد، الله سبحانه و تعالی را یگانه عبادت نمی کند و شرک به او قرار می دهد. اگر دیده و دانسته و فهمیده
همین کار کند این کافر معاند. ولی اگر از سبب جاهلش همین توحید به وجود نآورد این کافر جاهل. ابن القیم الجوزی گفته استند که یعنی معنای سخن ابن القیم الجوزی این است که اسلام این توحید الله است، یگانه عبادت کردن او و ترک شرک است و ایمان به الله و به رسولش و پیروی کردن به رسول الله است. هر کسی که انا همین به جان آورد این مسلمان نیست، این کافر است. اگر کافر معاند نباشد کافر جاهل است، یعنی در همه حالت هم کافر است. دیده دانسته این یک تا پرست نشد، توحید ترک کرد، کافر معاند است. نفهمیده ترک کرد، کافر جاهل است. یگان حالت به هیچ کسی نگفته است که جاهل مسلمان است یا تکفیر معین. حالا بعد از این میریم اسلام فهمیم با به تکفیر میریم. اراکو ببینید فغایت هذه الطبقه، فغایت هذه الطبقه انهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. بالاترین درجه جاهل ما غایت اینها از همه طبقه بالاترین شمیقه گفته میشد که این طبقه کافر جاهل است، غیر معاند است، یعنی دشمن نیست، دیده و دانسته به اسلام مبارزه نمیبرد، اسلام انکار نکرده ایستاده است، لیکن کافر جاهل است. دشمنی نکردنش به اسلام و سرکشی نکردنش از اسلام، دیده و دانسته ترک نکردنش اسلام را، یعنی علم نداشتنش و جاهل بودنش، این را از کافر بودن بیرون نمیکنند. یعنی یک آدم جاهل باشد به سبب جاهلیش این آدم سرکش نیست. بله بعض آدمو دیده و دانسته سرکشی میکرد، آدم جاهل سرکش نیست، میگه من قبول میکنم لیکن نفهمیدم. اما همین سرکش نبودنش هم این را از کافر بودن بیرون نمیکنه. لا یخرجهم عن کونهم کفار. ببینید جاهل ها را به سبب جهلشون از کفر بیرون کردن وجود نداره. اینها که جاهل باشند به سبب جاهلیشون از کافر بیرون نشن، بلکه اینها کافر هستند. زیرا که کافر چند نمود میشده است. ببینید فإن الكافر من جحد توحید الله سبحانه وتعالى، توحید الله سبحانه وتعالى وكذب رسوله اما عنادا و اما جهلا و تقلیدا لأهل العناد. پس کافر همون کسی هست که انکار میکند توحید الله تعالی را و دروغ میشمارد رسولش را. جاهل کی است؟ جاهل کسی است که توحید انکار میکند، رسول الله را دروغ میگد یا توحید ترک میکند. انا همین کاره یا عنادن دیده و دانسته و در اساس علم میکند، فهمیده دیده دانسته فهمیده علم دارد، الله انکار میکند، توحید ترک میکند، رسول الله دروغ میگد، یا که از سبب جهل توحید انکار میکند، رسول الله دروغ میشمارد و توحید ترک میکند و شرک انجام میدهد، یا به سبب تقلید به اهل عناد، یا تقلید میکند به همون پیشوایانش که اونها خودشون سرکش هستند، عناد. اما همهشون کافر است. نگفت که کسی که دیده و دانسته توحید ترک کند کافر است اما جاهل باشد کافر نیست، نگفت. عنادا و اما جهلا و تقلیدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلد الأسلام من الكفار. یعنی اگرچه جاهل مقلد این عناد نکرد، یعنی سرکشی نکرد، اگرچه جاهل مقلد علم ندارد، لیکن با وجود همین هم اینها بیرون از کافر بودن نیست. لا یخرجهم عن کونهم کفارا. انا که فهمیدید اسلام چی بود است که انسان ترک کند کافر است. ای مردم احتیاط باشید، فهمید که اسلام یکتا پرستی است، اسلام توحید الله، اسلام یگانه عبادت کردن الله وحده لا شریک له، یگانه و تنها که شریک ندارد، ترک شرک، براءت از شرک، براءت از مشرکین، ایمان به الله و به رسولش است. خیلی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم اسلام بیان کرد. محمد ابن عبدالوهاب باز خوب و زیبا بیان کردند. محمد ابن عبدالوهاب گفتند
الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. اسلام این تسلیم شدن به توحید الله است. توحید یگانگی در آفرینش، ربوبیت، توحید در الوهیت، یگانه الله عبادت کردن، توحید در اسما و صفات، لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، توحید در حکم، تسلیم شدن در توحید است. تو باید موحد شوی بعد مسلمان میشی. و انقیاد له بالطاعه، پایبند بودن در اطاعت الله سبحانه و تعالی در حکم شریعتش. و براءت من الشرک، و براءت کردن از شرک. و براءت من المشرکین، و براءت از مشرکین. برای مسلمان شدن، برای اسلام داخل شدن 4 تا همین چیز وجود دارد. اشهد ان لا اله الا الله میگویی، البته مسلمان شدی. تو باید در اسلام باقی مانی، بله تو باید انقیاد کنی، براءت از شرک و براءت از مشرکین. هر کسی که براءت از شرک ندارد، براءت از مشرکین ندارد، اسلام انده هم خودم میگد که دین من اسلام است، من مسلمان هستم، من در دین اسلام هستم میگد، ولی انقیاد ندارد، عمل هیچ به جنسی عمل نمیکنه، جنسی عمل ترک کرده است، کافر است. براءت از شرک ندارد، شرک انجام میدهد، کافر است. اسلام ندارد. بارک الله فیکم. و کسی که خودش را مسلمان میگه در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات یا حکم می آید و به حکم غیر الله حکم میکند، به نامهای الله کفر میورزد و انکار میکند، یا که عبادت را به غیر الله انجام میدهد، بالاخره اینها کفار مشرکین هستند، اسلامشون وجود ندارد. خیلی که ابن القیم الجوزی و ابن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله گفتند. حالا ببینید این مقدمه بود. حالا اسلام را فهمیدید، بله؟ انا کنون یک نفر آمد و انا همین اسلام را ترک کرد. یعنی ما گفتیم اسلام یکتا پرستی است. یعنی اسلام با عادی‌تر بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگویی به زبانت، معناش میفهمی، قبول میکنی. عبادت غیر الله که قبر پرستی، درخت پرستی، سنگ پرستی، آدم پرستی، اطاعت، حکم به حکم غیر الله، این آن از کفر شرک اکبر است. اینها را همیشه ترک میکنی. دشنام، استهزاء دین و الله و رسول همیشه ترک میکنی. فقط یکتا پرستی میکنی. براءت از شرک یعنی بیزاری خودت از شرک و براءت از مشرکین، بیزاری خودت از مشرکین اعلام میکنی. نمازت پابند میخوانی، تو مسلمانی. اما وقتی که انا همین کار ترک کردی، یعنی تو آمدی و یکتا پرستی را ترک کردی، عبادت به غیر الله انجام دادی. تو باید کاری که نمی کردی رفتی طلب کمک از قبر کردی، طلب فرزند از قبر کردی، طواف در بالای قبر کردی، ذبح به قبر کردی، نظر به قبر کردی، توکل به جن کردی، والعیاذ بالله. دشنام الله و رسول دادی، حکم به حکم غیر الله کردی، مراجعت به محکمه طاغوتی کردی، قانون به ضد قانون الله برآوردی، حرام و حلال غیر الله قبول کردی یا خودت قانون برآوردی. این شرک اکبر، کفر اکبر است. از اسلام بیرون میشوی، تو مسلمان نیستی، تو یک آدم معین کافر است، تو یک آدم معین کافر است. حالا ببینید در زمان سلف صالح در مسئله اسلام و تکفیر عموم صحبت کرده میشود. اولا سلف صالح منهجشون خوب دقت بدید. در مسئله اسلام و در مسئله کفر یا در مسئله مسلمان ها و در مسئله کافر ها بالعموم و بالعین صحبت کرده میشود. یگان نفر از سلف در مسئله اصول دین تکفیر عام و تکفیر عین را از همدیگر فرق نکردند. اسلام عام و اسلام عین را از همدیگر فرق نکردند. این به همون مسئله گذشته ربط دارد که به ظاهر انسان حکم میکردند. وقتی که یک جماعت را میگفتند که 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر را میگفتند که یا ایها المسلمون، وقتی که امام ها در بالای منبر می ایستادند، به یک مسجد می ایستادند در بالای منبر، به 10,000 100,000 نفر که در این مسجد هستند خطبه میکردند، امام چی اعتقاد میکرد؟ همه اهل مسجد مسلمان میگفت، زیرا که کفر اینها را ندیدگی است، همه اینها در نماز هستند. برای امام مسلمان اهل سنت همه اهل مسجد که کفر اونها را ندیده است، شرک اونها را ندیده است، مسلمان است. برای همین امام در بالای منبر میگه ای مسلمان ها، به صیغه عام، عموم،
لیکن این ندای امام به هر یک نفر ربط دارد. من و تو هم در همون مسجد نشسته باشیم به من و تو هم ربط دارد. ما حق نداریم بگوییم که امام بالعموم مسلمان ها میگوید من و تو فرد هستیم، من و تو دخل ندارد. نه، به من و تو هم دخل. ای مسلمان ها گفت، پس من و تو هم از جمله مسلمان ها هستیم. هر یکی همون 100,000 نفر به دخل دارد. و این چنین وقتی که سلف صالح یک امام میگفتن که ای کافرها، 10 نفر را میگفتن که ای کافرها، 1000 نفر را میگفتن که شما کافرید، ای کافرها میگفتند، این دلالت به چی میکرد؟ همه اینها کافرند در جمله و هر یکش به داخل میکرد، هر یکش کافر است. والعیاذ بالله. اگر یک انسان در درون همین 1000 نفر باشد، امام گوید که ای کافرها، پس همون آدم هم در درون همین جمله هست. دلیلش هم به این انا همون بارک الله فیکم فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم قریش را نگفتند نام به نام، نام به نام نگفتند تو فلانی ابن فلانی کافر، تو زنی فلانی دختری فلانی کافر، تو اینی اون، نام به نام. آیا هر یک قریش را رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیر کردند؟ یگان سندی هست که تکفیر رسول الله به نام باشد، نام به نام ذکر شدگی باشد، نام به نام هست؟ نیست. اگر نام به نام تکفیر رسول الله قریش را ذکر نشده باشد، پس از این میبرد که رسول الله مشرکان را مسلمان میگفتند نباشد؟ نه نه، والعیاذ بالله. این در مذهب عذری است. بله، از نظر عذری این است که پیامبر نام به نام مشرکان را تکفیر نکردند، گویا در درون اینها مسلمان شدنشون است. نه خیر، نه. پیامبر اومدن گفتن که یا قریش انتم کفار، ای قریش شما کفار، آباؤکم و اجدادکم ضلال و کفار، باباها و اجداد گذشته شما گمراه و کفار بود. بالعموم. وقتی که رسول الله همین سخن عموم گفتند، تکفیر مطلق یا تکفیر عموم کردند، تکفیر عام بگیم، تکفیر عام کردند، مشرکین فهمیدند که این تکفیر به هر پدر اونها، به هر بابای اونها و به هر نفر اونها تعلق دارد. برای همین غضب کردند، گفتند ای رسول الله، تو ما را تکفیر میکنی، بابای ما را تکفیر کردی. رسول الله به اونها نگفتند که نه، این سخن من عام بود، عین به بابای تو تعلق ندارد، به بابای تعلق ندارد. نه، این منهج رسول الله است. وقتی که گفتید که هر کسی که قبر می پرستد کافر است، یک آدم قبر پرستی معینم اگر، البته شرط دارد، البته به شرط شروطش، اگر اکراه نشده رفته، به اختیار خودش رفته شده باشد، به شرک کفر اکبر ظاهر یقینا واقع شده باشد، همون آدم معین کافر است. به شرطی که مجنون نباشد، کودک نباشد، به اختیار خودش رفته باشد و اکراه نشده باشد. مجنون نباشد، کودک به اختیار یا بگیم اکراه نباشد، به اختیار خودش رفته شده، کافر است و همین آدم معین کافر گفته میشه. هیچ کسی نگفته است که هر کسی که شرک میکند مشرک گفتن درست است. یعنی این خیلی میگه بالعموم هر کسی که شرک کند مشرک است، اما یک آدمی شرک کرده ایستاده رو تکفیر کردن درست نیست بعد از قیام حجت و بعد از علما. این سخن جهمی است. اول بیاید انکو سخن علما را بگیم. شیخ بارک الله فیکم اسحاق آل الشیخ اسحاق ابن عبد اللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب کتاب دارن، نام کتابشون تکفیر المعین و قیام الحجه و فهم الحجه، والفرق بین قیام الحجه و فهم الحجه. تکفیر المعین گفته کتاب نوشتن علما. و این چنین شیخ عالم النجد بارک الله فیکم ابو بطین رحمه الله کتاب نوشتن. ابو بطین کتاب نوشتن و نام کتابشون تکفیر المعین است. اما افسوس که این اهل جهم از این کتاب ها دور است. اهل جهم آذری ها را والله کتابخانه اون خوب سارا ندیدن، باور بکنید. حتی به بسیاری آذری ها و این طاغوت پرست ها خودی بنده به 10 نفر اینها 10 کتاب ها را ارسال کردگی هم خوندگی نیستم، باور بکنید. بعضی از اونها کتاب من فرستاده را از غضب پاک میکرد، نه ارسال نکن میگفت. هم به مبشر مسلمیار، هم به ابو صهیب، هم به احمد اشکری که فارس طالب علم فارس میگد مشرک، به اینها کتاب همیشه گفته بودی که نمیخوانند. عیناً عبدالرحمن فاتح
محمد انصاری که خرین به نهایت جاهل هستند، خیلی جاهل هستند. اینها را من طالب علم نمیگویم. حالا کجا رسد اقبال صدرالدین که او یک آدم کوچگی است، اون بدین یک فحاش است، هیچ مسلمانی را نمیدن. یکی بیاید شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابو بطین رحمه الله تعالی گفتند: و اما ما سألت عنه من انه هل يجوز تعيين انسان بعينه بالكفر اذا ارتكب شيئا من المكفرات. سؤال آمد به شیخ ابو بطین رحمه الله علمای نجد. سؤال آمد ابو بطین عبدالله ابن عبدالرحمن ابو بطین، سؤال آمد که آیا جایز است یک انسان معین را معین کرده بعد از به کفر واقع شدنش به سبب اینکه ارتکاب کفر شد، مکفرات به که واقع شد، تکفیرش کنیم؟ یعنی یک انسان معینی که مسلمان بود لیکن به مکفراتی که شرک اکبر، کفر اکبر ظاهر واقع شد و ما دیدیم و فهمیدیم، آیا به ما جایز است که همون یک انسان معینی واقع شده به مکفرات را تکفیر کنیم یا نه؟ جایز است یا نیست؟ البته عاذری ها میگه که نه این جایز نیست، این عقیده خوارج است، هر کسی که جایز گوید این خوارج است، این گمراه است. میگه این عاذری، این تکفیری ها، اعوذ بالله، این جهمی ها و این سگان طاغوت. لیکن علمای اهل سنت رو ببینید که چی میگه: فالامر الذي دل الكتاب والسنه واجماع العلماء عليه انه كفر مثل الشرك بعباده غير الله سبحانه وتعالى، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. الله أكبر، الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أنا مين است؟ حق آمد، باطل آب شده، نابود شده، شکست میخوره. شیخ میگه فالامر الذي دل الكتاب والسنه، امری که اونی که کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع علمای این امت به اون دلالت میکند، این است که هر چیزی که کفر است علیه انه کفر، یعنی کتاب، سنت، اجماع علما به این دلالت میکند که به کفر بودن این دلالت میکند که شرک، مثل شرک، شرک به عبادت غیر الله سبحانه و تعالی، این کفر است و این شرک اکبر است. هر کسی که مرتکب شود چیزی از این نمود شرک رو، شرک اکبر یا کفر اکبر رو، یا که یعنی مرتکب شود همون عمل انجام کرد به همون واقع شود، یا شرک رو یا کفر رو خوب گوید، در همین وقت موقتا یا اینو آن خوب گوید، او حسنه، همون نیکو گوید، خوب گوید، فهذا لا شک فی کفری، این شک نیست به کافر بودنش، این شرک مشرک شد، این به شک نیست. ولا بأس، و هیچ باکی نیست که هر کسی که در نزدش همون آدم مشرک شده شرکش واقع شد او را تکفیر کند و بگوید که ان تقول کفر فلان بهذا القول، کافر شد فلان انسان به این قول. ما عموما یک بار دیگر به عبارت عادی و ساده سخن ابو بطین را میگیم که میگه که اون منهجی که قرآن، سنت، اجماع علما بر کفر بودن همون چیز دلالت میکند، به مانند شرک در عبادت الله سبحانه و تعالی، یا به مانند شرک میگه به عبادت غیر الله سبحانه و تعالی، شرک کردی عبادت غیر الله انجام دادی، و به مانند همین دیگر کفر شرک هایی که هست، هر کسی که به همین کفر شرک های اکبر ظاهر واقع شد، مرتکب شد، انجام داد، یا همین کفر و همین شرکای اکبر و ظاهر را خوب گفت، این وقت زمان به خوب گفت، به مانند حزبیایی که دموکرات این وقت به زمان به خوب میگن، یا مراجعت به محکمه طاغوتی یا قانون برآوردن یا حلال و حرام، شک نیست، میگه فهذا لا شک فی کفر، این چنین انسان های کافر بودنش به شک نیست، شک نیست. ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك، و هیچ باکی ندارد که هر کسی که انا همچنین کفر از او دیده شد تو بگویی که ای مسلمان کفر فلان، کافر شد فلان انسان معین، بهذا الفعل، با این فعلش یا با این قولش.
چی میگویی؟ عبدالرحمن فاتحی آذری مشرک، این اقبال مشرک استادش خوانده ایستاده بود، محمد انصاری و دیگر همه مشرکین. خانه عنکبوتی شما، عقیده باطل شما که به مانند خانه عنکبوت است، با همین نابود شد. انا منهج اهل علم، انا منهج اجماع. ما برای همین میگم که منهج ما قرآن، سنت، اجماع است. بار دیگر هر کفر شرکی که در قرآن و سنت و اجماع ثابت است، به مانند شرک، به مانند دشنام الله و رسول، به مانند استهزاء، به مانند حکم به حکم غیر الله، قانونش مراجعت به محکمه طاغوتی، به مانند عبادت غیر الله، کسی بیاید انا همین رو انجام که شکی نیست به اینکه این کافر است، ما شکی نیست. و تو ای مسلمان همین دیدی که یک انسان به همین شرک کفر واقع شد، هیچ باکی ندارد که تو اون تکفیر کنی. نه فقط هیچ باکی ندارد، وقتی که دیدی که اون کافر شد، یعنی به شرک واقع شد، یقین کردی که به اختیار خودش یک انسان به شرک اکبر مجمع علیه یا کفر اکبر مجمع علیه واقع شد، تو اینا به چشمت دیدی شک و شبهه نداری یا شنیدی شک و شبهه نداری، به تو واجب است، فرض است که ای یخرجه من الاسلام، فرض است که او را از اسلام خارج کنی. در اساس سخن شیخ البربهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه در رقم 49 که گفت ولا يحل ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام، یگون نفر از اهل قبله، مسلمان هایی که نماز میخوانند و شرک و کفر اکبر ندارند، تو حق نداری که او را کافر بگویی. حتی تا همان زمانی که یرد آیه من کتاب الله، یک آیت از کتاب الله را کند، او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، او مما جاء به رسول الله صلی الله علیه و یک چیزی رسول الله صلی الله علیه و آله آورده را از دین انکار کند، یا یذبح لغیر الله او ينظر لغیر الله، ذبح لغیر الله کند، نظر لغیر الله کند. وقتی که این کارها را کرد، تو دیدی و فهمیدی، فاذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. وقتی که دیده که یک مسلمان بود لیکن کفر اکبر شرک اکبر کرده شده است، به تو واجب است که تو معین همون آدم معین همون شرک اکبر کفر اکبر کننده را، ای مسلمان به تو واجب است که همون آدم معین بگو که ای فلان تو کافری. فإن لم يفعل، اگر اما یک آدم نمازخوان باشد و شرک اکبر کفر اکبر او را ندیده باشی و این کار از او دیده نشده باشد، به تو حرام است که یک مسلمان رو تکفیر کنی. انا کن فهمیدی؟ انا منهج در دوامش ابو بطن رحمه الله گفتن يبين هذا ان الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد اشياء كثيره يصير بها المسلم مرتدا كافرا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم من اشرك بالله كفر وحكمه ان يستتاب فان تاب والا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين. ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي أن القرآن مخلوق قال كفرت بالله العظيم، وفي رواية كفرت بالله العظيم يا كافر. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. أبو بطين رحمك الله، أبو بطين رحمك الله، الله ترى رحمت کند. أبو بطين رحمه الله گفت که این تکفیر کردن یک انسان معین، این سخن ما را ان این جمله های آینده بیان میکند. چی بیان میکند؟ فقها ذکر میکنند در کتاب های همه کتاب های فقهی که باب مرتد، باب حکم مرتد گفتن چیز. البته این فقه مطولات به فقه عبادات، فقه طهارت و اینا بنه، شما فقهی که از اول تا آخر باشد. فقه مطولات کتاب هایی که از اولی فقه تا آخر فقه است، 10 مجلد و 5 مجلد و 8 مجلد و 20 مجلد، انا همون به همه فقها در کتاب فقه یک باب دارند، باب حکم المرتد. ابو بطن گفته است حکم المرتد، باب حکم مرتد ذکر میکنه و در درون همین زیر باب حکم مرتد چیزهای بسیاری را ذکر میکنند که یصیر بها المسلم مرتدا کافرا، به سبب همین چیزهای واقع شدن و انجام دادن یا گفتن یا اعتقاد یا عمل کردن یا شک، انسان مسلمان گشته مرتد و کافر میشه. و همه علما وقتی که باب مرتد شروع میکنند، باب حکم مرتد، اولین مسئله که به سبب همون
انسان اولین چیزی که به سبب همون چیز انسان کافر میشد همون ذکر میکنه. همشون اولین موضوعی که در حکم المرتد ذکر میکن موضوع من اشرک بالله کفر. هر کسی که شرک به الله بکند، هر کسی که شرک را همراه الله انجام میدهد، هر کسی که به الله شرک قرار بدهد کافر شده است، کفر ورزیده است. و حکمش این که یستتاب، توبه کنانیده شد. یعنی همین آدم یک خودیش معین برده 3 روز محکم کرده توبه میکنه، توبه نکنه حکمش قتل است. استتابه انا کو ببینید ابو بطن چی گفتن والاستتابه انما تكون مع معین. ای عاذری جاهل ببین استتابه به درستی که در حق یک آدم معین انجام داده میشه. استتابه که کننده میشه؟ هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است، توبه نکند استتابه میکنه میگوید و بعد از این هر یک آدمی که شرک اکبر کرد همون میگیرید میبرید توبه کن میگید. استتابه به یک آدم معین کننده میشه. و این چون ابو بطن گفتن که در نزد امام شافعی بعض اهل بدعت گفت که قرآن مخلوق است. امام شافعی گفتن که کفرت بالله العظیم، کفر ورزیدی به الله عظیم. در روایت اومده است که ای کافر، گفتن کفر ورزیدی به الله عظیم ای کافر. و این روایت رو در جای دیگر علما ذکر میکنند. حفظ و فرد گفتن یک انسان به نزد امام شافعی آمد که مردم گفتن که این قرآن مخلوق میگه، گفتن که کافر است فهو کافر. گفت روایت اومده گفت که قرآن مخلوق است، گفتن که کفرت بالله العظیم یا کافر، كفر ورزيدي بالله عظيم يا كافر. وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك. أبو بطن رحمه الله گفتن که و بزرگترین نمود کفر این شرک به عبادت غیر، شرک انجام دادن در عبادت غیر الله. یعنی به عبادت غیر الله، الله به شرک میکنی چخیل عبادت غیر الله به انجام دادن از همه بزرگترین نمود کفر شرک نمیست عبادت غیر الله. و این کفر است گفتن به اجماع همه مسلمان ها و هیچ مانع نیست که و هیچ مانع نیست که یک کسی که شرک انجام میدهد او را تکفیر کنی و هیچ مانع نیست از تکفیر کسی که این شرک انجام داد. چگونه که گفتن کما ان من زنا قیل فلان زانی، چگونه که یک نفر زنا کرد و تو دیدی میگویی زنا کرد، فلان آدم معین زنا کرد. و من رابی قیل فلان مرابی والله اعلم. یک کس شراب بخورد مثلا، یک کس زنا کند، یک کس دزدی کند، چی میگویی؟ دزد است میگویی؟ دزدها گناه کبیره کرده میگه. یک آدم معین دزدی کرد، گناه کبیره کرد یا نکرد؟ بارک الله فیکم. انا کو فهمیدید؟ اما آذری ها یک شبهه دارند. آذری ها میگن که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتند که اول حجت میرسانی بعد تکفیر میکنی. ما میگیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه دین را به 2 قسم تقسیم کردند. مسئله اصولی که ظاهر است، دینی که ظاهر است حجتش قوی است، و دینی که خفی است فروع است و حجتش خفی است، یا بگیم حجتش به همه ظاهر نیست، خفی است. در مقالات خفی، در حالتهای خفی، بله هر کسی که به کفر خفی واقع شد یک بار تکفیر نمیشد، اول حجت رسانیده بعد تکفیر کرده میشد. اما کسی که به کفر ظاهر واقع شد، در اصول دین ظاهر، کودک، پیر، زن، مرد مسلمان، نه فقط مسلمان، یهود و نصارا هم میداند که این کفر است در دین مسلمان، به این مسئله واقع شد، در این مسئله این کافر است، حجت نرسانیده تکفیر معین میکنه. ببینید در دوامش شیخ ابو بطین گفتند ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فی مجموع الفتاوی. بله مجموع الفتاوی به نظر بکنید، مجموع الفتاوی جلد 4 صفحه 54. و در اینجا شیخ الاسلام محمد ابن شیخ الاسلام ابن تیمیه در مسئله تکفیر معین گپ زده ایستاده بودند. علماء نقل من ضوابط تکفیر المعین. انا كن ببینید که شیخ الاسلام چی میگه. وهذا اذا كان في المقالات الخفيه فقد يقال انه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الامور الظاهره التي تعلم العامه والخاصه من دين المسلمين.
بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذا الأمور فكانوا مرتدين. الله اکبر. ابن تیمیه رحمه الله میگه اگر میگه در حالتهای مقالات خفی، یعنی مسائلی که از مسائل خفی است همه فهمیده نمیتواند، دقایق نازک است، در این مسئله اگر یک نفر میگه واقع شود به کفر خفی یا اون چیز شرک خفی نازکی ها، در این حالت ما میگوییم که این خطا کرد، این گمراه است، مخطئ ضال، خطاکار و گمراه است، اما کافر نمیگوییم، زیرا که این مسئله خفی نازکی است، از اصول دین نیست و ظاهر نیست، و میگوییم که این خطاکار است، ضال است و به این حجت قائم نشد. يقال انه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر صاحبه. اور این به حجت قائم نشد که بعد از این کافر گوییم. اول حجت میرسون بعد کفر میگیم در مسائل خفی. اما در مسئله ظاهر چی میگن؟ لکن انا همین واقع شدن این طائفه به چیزهای واقع میشوند که بسیاری از مردم طائفه بخصوص جهمی ها به کفرهای واقع میشوند، به شرکهای واقع میشوند که این شرک و کفر خفی نیست. میگن فی الامور الظاهره، به مسائل امور ظاهر داخل میشن، التي تعلم العامه والخاصه من دون المسلمین، همون مسائل ظاهری که عامه و خاصه از دین مسلمان ها، همه مسلمان ها میدونند، همه میدونند، هم علما و هم عامه میدونند که این مسئله ظاهر است. حتی یهود و نصارا میدونند که محمد علیه السلام با همین چیز مبعوث شده، فرستاده شدند و تکفیر کردن مخالفشان را، بعث بها و کفر مخالفه. بمانند چی؟ از همه ظاهرترین چیز دینه که یهود و نصارا میدونست است که محمد در همینجا تکفیر کردن، قبول نکننده شد. کودک مسلمان هم میدونست است، پیرش هم میدونست است، زن و مردش، عالم و عادش. این چی بود است؟ امر رسول الله به عبادت الله وحده لا شریک له، امر الله رسول به این که عبادت الله یکتا و تنها را انجام دهید و به او شریک قرار ندهید، و نهی از عبادت کسی بجز الله و نهی عن عبادت احد سوى الله، از ملائکه، من الملائکه، از ملائکه باشد، نبیین باشد، شمس، آفتاب، قمر، ماهتاب، بگویم ستاره ها، بت ها و غیره ذلك. فإن هذا اظهر شعائر الاسلام، این ظاهرترین شعار اسلام است. ای مردم، در تکفیر معین ما مردم را به اصل الدین و به فروع الدین جدا میکنیم، یعنی به مسئله ظاهر و خفی جدا میکنیم. خیلی که شیخ الاسلام گفتن در مسئله خفی نزوک و دقایق، در این مسئله مردم عامه، کسی که ای برادران و خواران علم نداره، تکفیر نکنید که خطا میکنید. بسیاری تکفیری که به علم ها در مسئله خفی و دقایق و نازک ها میکنند، خطا میکنند و باید توبه کنند از خطاگیشون. و این تکفیر خفی، بگیم، و این تکفیر در مسائل خفی، قسمی از دین که خفی است، نازک است و دقایق است، این بسیارتر حق علما، این تکفیر علما میتوانند بکنند و طالب علم ها تکفیر میکنند. در مسائل خفی، نازکی ها، دقایق ها، مردم عامه مسلمان نباید تکفیر کنند. این حق علما و طالب علم ها است و این هم بعد از قیام حجت تکفیر کرده می شود. اما یک قسم دیگر اسلام است که این رتبه بالای اسلام، مسائلی که ظاهر است، از آفتاب هم ظاهرتر است، این مسائلی که عامه و خاصه، عالم و جاهل، زن و مرد مسلمان، جوان و پیر میداند، حتی یهود و نصارا میداند که دین اسلام انمین چیز است، انمین به پیامبر فرستاده شده بودند و پیامبر مخالفشون تکفیر میکردند. این خیلی هم ظاهر است. یهود و نصارا میفهمند که دین اسلام انمین دین است. چی است؟ یکتا پرستی، امر الله و رسول
که تو را امر کرد که یگانه الله عبادت کن که تنها است و شریک ندارد و شرک ترک کن، و نهی الله و رسول که تو را نهی کرد که از عبادت بجز الله سبحانه و تعالی خودت باز دار. ملائکه باشد هم، پیامبر و رسول باشد هم، آفتاب و ماهتاب و ستاره و بت و قبر و انسان عبادت نکن. یعنی بزرگترین امر الله توحید است و بزرگترین نهی الله شرک است، و همین یهود و نصارا میدونند که در دین اسلام است و انا همین از هم ظاهرترین شعار اسلام است. و هر کسی که به همین واقع شود چی است؟ این آدم به اول حجت رسانیده بعد تکفیر میکنیم نمیگوید. این آدم اگر دیدید که همین بزرگترین امر الله توحید ترک کرد و بزرگترین نهی الله شرک به واقع شد، دیدید بدون قیام حجت این کافر میگید و به شما واجب است که کافر بگید، فرض است. اما کسانی بیایند و بگویند که شرک کنندگان، کسانی که امروز شرک اکبر کفر اکبر را دارند در بین امت اسلام استاده انجام میدن، بگویند که نه این شرک کننده ها جاهل است، اینها مسلمان است، بگوید آذری، این چنین انسان ها کافر مشرک مرتد هستند. این آذری ها، این طالب علم ها، این علما به نامی که آذری و جاهل مشرک مسلمان میگن، اینها کفار مشرک هستند. اما بگویم علمای نجد جهل عذر نگفتند، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله جهل عذر نگفتند، 10 کتاب دارند. علمای نجد 10 کتاب دارند، ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و تا سلف صالح و پیامبر قرآن و سنت جهل عذر نگفتند. امروزه علما بجز حزبی ها، بجز جهلا و بجز جهمی های خوبسای مداخله ها و سروری های مدخلی ها، از یک طرف مدخلی ها از یک طرف سروری ها، دیگر هیچ کس جهل عذر نگفت. علمای اهل سنت جهل عذر نمیگن. کدام علما را بگوید جهل عذر نمیگن؟ نه ابن عثیمین جهل عذر گفته است. نظر بکنید به کتاب ایمن الانقری، تحقیق تحریری مذهب ابن عثیمین در مسئله عذر بالجهل، کتاب نوشته شده است. ایمن الانقری حفظه الله کتاب می نویسد که مذهب ابن عثیمین همین است. کتاب می نویسد 10 قول ابن عثیمین. مذهب ابن باز کتاب دارد، 2 کتاب، یک کتاب در مسئله حکم غیر منزل الله، یک کتاب در مسئله عذر بالجهل که جهل عذر نیست میگه در هر دولت. و این چنین اینها باز بعضی از دیگر علما را میگن، همه علما میگن که جهل عذر نیست. حالا بیایید بعد از این سخن ابن باز اینا گفت که مجبور هستیم که اگرچه وقت کمی طولانی شد سخن ابن باز بگیم، اگرچه وقت خودم تمام شد. سبحان الله خیلی زود باید بگیم. هل يجب على العامي أن يكفر من كفره فإن أجاب من ذكر بعد المرأة التي ذكرت ورجع؟ ببینید شیخ ابن باز به سوال میشد که یک انسان شرک کرد دون ان يعرف الحكم فيما اظن انه توفاه الله، حکمش نفهمید، شرک کرد، حج برافت، قبر پیامبر برافت و طلب شفاعت کرد، شرک کرد، بعد از این حج کرد اومد يصلي ويستغفر الله لكنه لا يعرف ان تلك المرة التي فعلها حرام، فيا ترى هل من فعل ذلك ولو مرة واحدة فإذا مات وهو يجهل مثل ذلك هل يعبر مشركا؟ ببینید ابن باز به سوال شد که یک آدم حج برافت، قبر پرستی، یک بار در نزد قبر پیامبر طلب شفاعت کرد، شرک اکبر کرد، نفهمید که این شرک است. این انسان نماز میخوند تا روز مردنشه، استغفار میکرد، لیکن نمیدانست که همین یک بار شرک کرده ایش حرام است. فیا ترى هل من فعل ذلك ولو مره واحده؟ ای شیخ اگر یک آدم یک مرتبه همین کار کرده باشد و وفات کرد در حالتی که جاهل بود، نفهمید همین یک بار شرک کرده ایشه، آیا این آدم مشرک است یا نیست؟ محمد ابن باز میگه این کان من ذكرته تاب الى الله بعد المره التي ذكرت ورجع اليه سبحانه واستغفر من ذلك زال حكم ذلك وثبت اسلامه. اگر همین مردی که یک بار شرک اکبر را کرد بعد از این کارش توبه کرده باشد از شرکش و بازگشته باشد به سوی الله و رسولش، در این حالت البته حکم مشرکیش نابود شده و این ما مسلمان میگوییم. اما اذا كان استمر على العقيدة التي هي الاستغاثة بغير الله ولم يتوب الى الله من ذلك فانه يبقى على شركه ولو صلى وصام حتى يتوب الى الله مما هو فيه من الشرك. اما اگر همون عقیده جایز دانستنی چی استغاثه به غیر الله کتی زندگی کرده باشد، توبه نکرده باشد به سوی الله از این عقیده، در همین شرک باقی مانده باشد، اگر چی نماز خواند، روزه دارد، این مشرک است تا اون زمانی که به سوی الله توبه کند. سبحان الله.
انا که ببینید ابن باز چگونه یک آدم معین تکفیر کرده است. سئل ابن شیخ ابن باز را سوال میکنند در کتابی، وقتی که کتابی کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب را ابن باز شرح میدادند، ابن باز را سوال میکنند که هل یجب علی العام ان یکفر من قام کفره او قام فیه الکفر؟ آیا برای یک آدم عامی، آدم عادی، مسلمان عامی که عالم نیست، برایش واجب است که تکفیر کند یک آدم را که شرک اکبر، کفر اکبر انجام داد، یعنی مکفر به واقع شد؟ ابن باز چی میگه؟ اذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره. ما المانع؟ میگه که ابن باز رحمه الله اگر ثابت شد برای همین یک مسلمان عامی، یک آدم عادی مسلمان ثابت شد که یک آدم کفر اکبر کرد، پس در این حالت میگه تکفیرش میکنن، میگه هیچ باکی ندارد، چی من میکنن، چی مشکلی دارد؟ میگه ما المانع؟ اذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره. مثل ما نكفر ذکر میکنه. هر کسی که کفرش ثابت شد کفرش تکفیرش میکنه، چی مشکل است؟ فقط شرط همین است که یک آدم معین را همون وقت تکفیر میکنید که کفرش ثابت شود، کفرش ثابت شود. چپ راست کفرش ثابت نشده تکفیر کردن این منهج خوارج است. ما کتاب نوشتیم، رساله نوشتیم در این باب که سه شرط وجود دارد. آدم معین را همون وقت تکفیر میکنی که اول شرکشه یقین بکنی که این شرک اکبر مجمع علیه است یا کفر اکبر مجمع علیه است، یا بگیم شرک است، یعنی به اجماع شرک است و این کفری که واقع شد به اجماع کفر است. بعد از این تو باید یقینا بدانی که همین انسان معین به همون شرک اکبر، کفر اکبر واقع شد، و بعد از این یقینا بدانی که به اختیار خودش واقع شد، اکراه کتی نبود. همین سه شرط به وجود آمد، یک آدم معین تکفیر میکنه. بعد از این یا شیخ العام یمنع من التکفیر. شیخ ابن باز به سوال کردن که ای شیخ ابن باز، آیا یک آدم عامی را، یک آدم مسلمان عادی را، بیزنسمن، تاجر است که عالم نیست، طالب نیست، از تکفیر کردن ما باز می‌داریم، باز داشته میشود؟ در جواب گفتند العام لا يكفر الا بالدليل، العام ما عنده علم، هذا المشكله، هذا المشكل، لكن الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا وهذا يكفر عند العامة والخاصة، هذا ما فيه شبهة. فلو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع، هذا ما يحتاج الأدلة. ببینید عامی، میگه شیخ ابن باز میگه که عامی نباید تکفیر کند مگرم با دلیل. عامی با دلیل باید تکفیر کند، از پیش خودش تکفیر کردن نگیرد. عامی مشکلش این است که علم ندارد، لكن الذي عنده علم، لیکن هر یک آدمی که علم دارد در یک مسئله باید تکفیر کنه. به مانند اینکه یک انسان دیدید که زنا حرام بوده، چیز رو میگه که حلال است، تو مسلمان هستی، تو تماشا کنه نیست، میگه تو کافر، این کافر میگه هذا یکفر عند العامه والخاصه. کسی که زنا را حلال میگه در نزد عالم هم در نزد عامه هم کافر است، هم عالم اون کافر میگه هم عامی کافر میگه. ما در این حالت مردم عامه رو باز نمیداریم. هر کسی که شرک اکبر کرد هم عامی او را کافر میگه هم عالم کافر میگه. و زیرا که میگه زنای حرام بودنش همه میدونن و زنا را کسی که حلال میگه کافر بودن هم همه میدونن. هذا ما يحتاج ادله. این برای کافر بودنش دلیل شرط نمیگه، همین دلیل است. یا کسی بگه او قال ان الشرك جائز يجيز للناس ان يعبدوا غير الله، یا که کسی بگه که شرک جایز است، یا یکی از قسم های شرک اکبر به مردم جایز بود، به مانند معین الدین مولوی تاجیکی که گفت هر کسی که به سر قبر پیامبر میرود باید طلب شفاعت از پیامبر بکند. اینا هم آدم عادی و هم آدم عالم همه باید تکفیر کنند. میگه ابن باز این شرک جائز. هل احد يشك في هذا؟ آیا یگان نفر شک میکنن میگه در کفر بودن این؟ هذا ما يحتاج، هذه این به دلیل شرط نمیگه. لو قال قائل ان الشرك جائز يجوز للناس ان يعبدوا الاصنام والنجوم والجن كفر. التوقف يكون في الاشياء المشكله التي قد تخفى على العام. اگر یک آدم بیاد جایز گوید شرک، بت پرستی، قبر پرستی، حکم به حکم غیر الله، شرک کفر، در این حالت هم عالم و هم عادی تکفیر میکنه. اما میگه آدم عادی، آدم عامی، مسلمان عامی نباید یک آدم معین را تکفیر کند در مسائل چی خفی. و والله در این مسئله خیلی زیاد است سخن ابن باز. با همین توقف میکنیم، وقتی من به پایان رسید، مثلا دور دراز شد و من خیلی آماده شدم. والله در مسئله تکفیر معین اگر 20 حلقه 30 حلقه صحبت کنم هم کم است. معلومات داریم، لیکن حالا وقتی من امروز به پایان رسید، با همین بفهمید که هر کسی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد
تو دیدی و دانستی و فهمیدی که به اختیار خودش کرد، یقینا فهمیدی که شرک اکبر کرد، این از اهل قبله نیست. به تو واجب است که اینو تکفیر کنی. هر کسی که تکفیر کردن یک مشرکی عین رو انکار میکند، این مذهبش مذهب جهمی است و این انکار کننده قرآن و سنت و فهم سلف صالح است و این نفهمیده ایستاده است. این یک جاهل خبیث زندیق است. بله در مسئله خفی آدم معین رو تو یک نباید تکفیر کنی، بعد مگرم بعد از قیام حجت. اما در مسئله ظاهر البته هر کس میتواند یک آدم معین رو، هم عالم و هم عادی، یک آدم معین رو تکفیر کنه، خواه این آدم معین عالم باشد خواه جاهل باشد. شرک اکبر کفر اکبر ظاهر کرد کفر است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صحبت کنید، من کمی مشغولم، با میرم.